گلچین هفته. سلام. 91مین برنامه گلچین هفته را با پیش درآمد ماهور اثر شادروان موسی معروفی آغاز می‌کنیم. این پیش درآمد را گروه سماعی اجرا کرده است. پیش درآمد ماهور اثر شادروان موسی معروفی را با اجرای گروه سماعی شنیدید. هفته گذشته تصنیفی قدیمی را به نام خامه تقدیر برای نخستین بار با صدای شهرام ناظری پخش کردیم و وعده دادیم که همان تصنیف را با شعر دیگری که برای این آهنگ ساخته شده و تلفیق بهتری با آهنگ دارد برای شما پخش می‌کنیم. حالا برای یادآوری شروع تصنیف اولی را گوش کنید.
این هم اجرای دیگری از این تصنیف قدیمی با شعری دیگر که بر آن نام آینه شکسته گذاشته‌ایم.
گوشه‌هایی از ماهور با ساز استاد جلیل شهناز به همراهی ضرب امیر ناصر افتتاح گوش کنید.
این هفته گروه سماعی به سرپرستی حسن ناهید یکی از زیباترین تصنیف‌های عارف را با صدای سیما بینا اجرا کرده است. نمیدانم چه در پیمانه کردی یکی از چند تصنیفی است که عارف در مایه افشاری ساخته و شنوندگان عزیز ما اجرای قبلی آن را با تنظیم استاد گرامی شادروان روح الله خالقی و صدای لطیف الهه Ne
حالا اجرای تازه این تصنیف زیبا را با صدای سیما بینا به همراهی گروه سماعی گوش کنید.
اجرای تازه‌ای از تصنیف زیبای عارف را با صدای سیما بینا به همراهی گروه سماعی شنیدید. صاحب نظران و دوستداران موسیقی ایرانی ضمن تأیید و تحسین خدمتی که واحد موسیقی رادیو در بازسازی آثار خوب گذشتگان و احیای دوباره موسیقی ایران انجام می‌دهد، گاه متعرض این نکته‌اند که گویا واحد موسیقی رادیو از توجه و ارادت به هنرمندان این روزگار و آثار معاصر غفلت ورزیده است. شنوندگان عزیز گلچین هفته می‌دانند که چنین نیست و در همین برنامه که آینه بخشی از فعالیت صمیمانه واحد موسیقی است، مکرر از ساخته‌ها و نواخته‌های هنرمندان ارجمند معاصر لذت بردند. در برنامه‌های گلچین هفته تازه‌ترین نواخته‌های هنرمندانی چون احمد عبادی، اصغر بهاری، لطف‌الله مجد، حسن کسایی، جلیل شهناز، علی تجویدی، حبیب الله بدیعی، رضا برزنده، فرهنگ شریف، منصور سارمی و فرامرز پایور و همچنین آوازها و تصنیف‌های تازه‌ای با صدای تاج، قوامی، شهیدی، محمودی خانساری، ایرج، شجریان و دیگران پخش شده است. بسیاری از چهره‌های درخشان موسیقی ایران مثل استادان میرزا عبدالله و آقا حسین قلی، درویش خان، حسام السلطنه مراد، حسین خان اسماعیل زاده، حسین خان هنگافرین، موسی معروفی، حبیب سماعی، علی نقی وزیری، ابوالحسن صبا، حسین تهرانی، روح الله خالقی، نیداوود، امیر جاهد، زلی، بنان، ادیب خانساری، قمرالملوک وزیری، پروانه و روحانگیز که در سالهای اخیر در غبار فراموشی مانده بودند، در همین برنامه‌های گلچین هفته متجلی شدند و بسیاری از آثار آنان از طریق گلچین هفته به برنامه‌های دیگر رادیو منعکس گردیده است. در مورد آهنگسازان نامآور معاصر نیز چنین بوده است و آثار ارجمند آهنگسازانی چون جواد معروفی، علی تجویدی، همایون خرم، حبیب الله بدیعی، حسین دهلوی، مصطفی کسروی به گوش دوستداران موسیقی ایرانی رسانده شده است. اگر از این گروه آهنگسازان به نسبت آثار کمتری اجرا و پخش شده، کوتاهی از واحد موسیقی رادیو نیست. علل و جهاتی که از حوصله و مجال این برنامه بیرون است، باعث کسب فیض کمتری از آثار این هنرمندان ارجمند بوده است و تهیه کنندگان برنامه گلچین هفته با انتخاب و پخش کارهای گذشته این هنرمندان به جبران این کمبود پرداختند. بارها از همین برنامه گلچین هفته اعلام کرده ایم که برای تجدید حیات موسیقی وطنمان به یاری و همکاری همه هنرمندان نیازمندیم و در جواب همین دعوتها بود که جمعی از استادان نیکندیش به یاری آمدند و گروهی از جوانان هنرمند، پرشور و تازه نفس در کنار استادان نامدار در واحد موسیقی گرد آمدند و هنرمندان جوانی چون فرهاد فخرالدینی، فریدون شهبازیان، محمد رضا لطفی به کار پرداختند و آثار فراوانی عرضه کردند که هر یک در حد خود موفق و تحسین انگیز بوده است. واحد موسیقی رادیو در حالی که به هزار چشم است مراقب پیشرفت و بالندگی هنرمندان عزیزی چون شجریان بود، پرورش و تعلیم خوانندگان جوانتر غافل نمانده و تحسین و تشویقی که از جانب هزار نونده موسیقی ایرانی نثار خوانندگان جوانی چون هنگامه اخوان و شهرام ناظری در آغاز کارشان می شود، مزد این توجه و دوراندیشی است. موسیقی ما گنجینه عظیمی است که هنوز به تمام شناخته و به کار گرفته نشده است. قطعه‌ای که در پایان برنامه امروز میشنوید نمونه است از کار جوانان که به میراث گذشتگان ارج می‌گذارند و راه‌های تازه‌ای برای کاربرد آن جستجو می‌کنند. حسین علیزاده، نوازنده جوان تار که فارغ التحصیل رشته موسیقی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است و سالها نزد استادانی چون شادروان نورعلی برومند، عبدالله دوامی و علی اکبر شهنازی کار کرده است و بسیاری از شنوندگان ما با کار او در برنامه‌های مرکز حفظ و اشاعه موسیقی ایرانی آشنایی دارند، امروز ردیف ماهور را به طرز بدیعی ارائه می‌دهد. برای اجرای این قطعات از سازهای متداول در موسیقی ایرانی تار، سنتور، نی، عود، کمانچه و تنبک استفاده شده
و نکته جالب این که اجرا کنندگان این همه جوانانی تحصیل کرده در رشته موسیقی اند که در واحد موسیقی رادیو با نام گروه شیدا گرد آمدند و توفیق چشمگیری که در کارشان یافتند ناشی از عشق و ایمانی است که به هنر موسیقی دارند. به قطعاتی از ردیف ماهور با تدوین حسین علیزاده و اجرای گروه شیدا گوش کنید.
قطعاتی از ردیف ماهور را با تدوین حسین علیزاده با اجرای گروه شیدا شنیدید و به همین جا برنامه امروز گلچین هفته به پایان میرسد. تا هفته دیگر، خدا نگهدار.